پویراز چی کار میکنی؟ وسایل تو برمیداری از اینجا گم میشی. پویراز لطفاً اول به حرفای من گوش بده. میدونم توجیه خوبی نیست، اما من سعی دارم بدیهی که در حقت کردم و از بین ببرم. پویراز باور کن. تو به خاطر رئیسات تو زمینایی که از پدر بزرگم مونده، تو خونه که مادر بزرگ بیمارم توشه، جاسوسی کردی. 2 روز قبل تمام حسات واقعی هن. آره. پس چیزی بینمون نیست. بعد اتفاقایی که یکم بعد پیش میاد هیچی حس نمی کنی، درسته؟ مگه قراره چی بشه؟ Çıkar seni yağmurda gülünce yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce yaz erken gelir بار اولی که منو بوسیدی هم فهمیده بودم. الان دیگه کاملا مطمئن شدم تو دیوونه منی هازیران. نه دیگه نمیپرسم که چرا ازم فرار میکنی، چون تو با پای خودت میای و اینو به هم میگی. این یه شرط بندی نیست. یه شرط بندی نیست، یه حقیقته. من بازی نمی کنم پویراز. پس دیگه از فردا آماده دیدن یک پویراز متفاوت باش. کاش هیچ وقت نمی اومدی جزیره. ای کاش. بریم لب ساحل؟ مادر بزرگم رو خیلی تنها گذاشتم برم پیشش. یکم درد دل می کردیم. من دردی ندارم که درد و دل کنم. خوش باشین، بعداً میبینمتون. اون دزد بیشرفی که پویراز هفته هاست دنبالشه هازیرانه، خجالت نمیکشه نه؟ آلپر لطفاً حرفای منو جدی نگیر، خواهش میکنم. من خیلی مستم، اصلا نمیدونم چی دارم میگم، دارم چرت و پرت میگم. لطفاً. آره خب بین توریستایی که صادق آورد هازیرانم بود. پویراز هازیران پویراز. این دختر همه ما رو گول زده، هممونو. اول از همه پویرازو. داداش من عاشق دختری شده که زندگیشو خراب کرده، میفهمی؟ یعنی میخوای همه چی به پویراز بگی؟ آره که میگم. بذار بدون اون زنی که یکم پیش حرف دلشو بهش زد چطور زنیه. ببین واقعا هازیران برای جبران اشتباهش خیلی تلاش کرده، هنوزم داره تلاش میکنه. آلپر لطفاً این کارو بس دیگه. تو نگاه نکن. گفتم بس دیگه. همین الان برو کنار. اتاق خالی 2 نفره موجود هستا، بگی. برو کنار ببینم. پویراز. نه توف. داداش وایسا. ببین آلپر وایسا، لطفاً قبل از حرف زدن با پویراز به حرفای من گوش بده، خواهش میکنم. برو کنار. پویراز. مادر بزرگ، گفته بودی از مادرت برای هازیران گفتی. دیگه چیا گفتی؟ هیچی، همین. فعلا همینا بود.
اینجوری برات بهتره. شاید آره، ولی نمیدونیم زمان چی سرمون میاره، مگه نه؟ صبح بخیر. صبح بخیر. چی شده؟ انگار مریض شدی. نه دیشب نتونستم بخوابم، برای همون. خب هوا گرم شده، تو هم به این گرما عادت نداری. پویراز نیومده نیست؟ نه اومده، اونم امروز یه جوریه. حتما از دنده چپ بیدار شده. به هر کی رسیده حالگیری میکنه. نه برعکس، حالا خودت میبینی. پویرازه؟ پویرازو ببین، پس اینجوری هم بلده باشه. روابطش با مشتری خوب شده دیگه. عالیه. حاضیران. سنا خوش اومدی. اینجا چی کار داری؟ بیرجیک گفت هتل زدی، منم چمدونمو بستم اومدم. خوب کردی عزیزم. بیرجیک میتونه اومدی؟ فعلا زنگ نزدم. ساحل چقدر قشنگه. همینطوره. شبا چطوره؟ پر از آرامش. یعنی خبری نیست؟ بهتره بگیم آرامش برقراره. بگذاریم، چیزای دیگه ای برای تفریح پیدا میکنیم. اول برم وسایلمو بذارم. نهی شناسنامه‌تون لطفاً. اون کیه؟ شریکم. منم همچین شریکی داشته باشم استعفا میدم، میام جزیره سکونت میکنم. رابطتون چطوریه؟ نه. تو نظرشو جلب میکنی؟ نه بابا، چه ربطی داره؟ پس گناه از گردن من افتاد. سنا ببین، پویراز یکم خرشنه، خوشش نمیاد با غریبا حرف بزنه، جز بله خیرم هیچ حرفی دیگه نمیزنه. باز به نظرم بهتر زیاد باش هم کلام نشی. باشه؟ خوش اومدین. خوش باشید. انگار دفعه اول میایین جزیره. خیلی مشخصه که یک باره. یه کمی آره، ولی موفقیت بزرگیه بدون اینکه پاتون پیچ بخوره با این کفشا تا اینجا اومدین. صبح بخیر. صبح بخیر. نهیر، اتاق شماره چنده؟ 12. اتاق شماره 12 رو به دریاست. لذتشو ببر. حتما. چیزی شد همین اطرافم خبرم کنی. البته. امروز خب خیلی شادی. چطور بگم، یکم زیادی اجتماعی شدی. گفتم که آماده دیدن یه پویراز متفاوت باش. حاضیران، من همه چیو به آلپر گفتم. حاضیران، من همه چی از دهنم در رفت. حاضیران، من یه سوتی دادم. حاضیران، من یه احمقم.
والا من نگفتم. اینا طورم دیوونه کردن. من قبل صبحونه میرم شنا. صبر کن نرو، آلپر خوابه. دیشب یکم مست کردیم، رو مبل خوابش برده. خیلی خوب باشه، پس بیدارش کنم با هم صبحونه آتش بخوریم. بیدارش نکن لطفا. مگه با تو نیستم؟ گفتم بیدارش نکن. آبجی کسی اینجا نیست. آلپر حتما میخواد با پویراز حرف بزنه. جواب بده. چی شد؟ قرار بود توریستای پولدار بیان که سویتا خالیه. میشه من اونجا بمونم؟ ها بگو. ها آره میشه. افزایش حقوقم میدی؟ باشه. دیگه حرف زدیم، حقوقمو زیاد میکنی باشه؟ گور کم نمیشنوم چی میگن، ساکت باش. خب دیگه شبیه گربه میچسبی پشت شیشه نگاه میکنی. از من گفتن بود این یه چیزی شده. والا اون پویراز سابق نیست. پویراز به سنا رو نمیده باشه. واقعا که چی کار میکنه؟ گور کم منو بگیرین، داره چی کار میکنه؟ میدونیم که داره چی کار میکنه ولی یه 2 متری زیر پاش گیر کرده. ساکت شو. برای کیه؟ برای خوشگل ترین دختری که اومده تو جزیره. اخراجش کن. سنا جون آب میخواستی؟ تو سرویس دهی میکنی؟ پویراز یعنی ما کلن هر کاری انجام میدیم. برای همون اگه وقت نشد باهات حرف بزنیم به دل نگیر، ناراحت نشو. نه پویراز؟ نه اصلا ما راحتیم، موردی نیست. این کفشای پیاده رویمو پوشیدم، میتونم باهات بیام؟ نمیتونی بیای. یعنی نمیتونی بری. واسه چی؟ چرا؟ چون بعد از اینجا از ساحلش لذت ببری، بعد آفتاب بگیری. آخه خیلی سفیدی، یکم بهتر برنزه بشی، رنگی به رخت بیاد. تو این ساعت این کارو نمی کنم. پس تو آماده شو، 5 دقیقه دیگه دم در هتل میبینمت. باشه قبوله. وای چی کار کردم، خیلی طول میکشه که خوش بشه. تا اون وقتم پویراز خیلی دیرش میشه، منتظرش نذاریم، تو هتل بمون باشه. نه منتظر میمونیم، دم هتل منتظر میمونم، مشکلی نیست. بابا چیزی نیست، آبه خوش میشه دیگه. مرد به اوستا محسن بگو من میرم شهرک، سفارشا رو میگیرم. باشه. میری بازار چه؟ اعتراضی داری؟ نه. چرا سنا باهات میاد؟ به تو چه؟ آره خب راست میگی، به من چه؟ خیلی خوبه که روابط اجتماعیت خوبه و با مشتری داری ارتباط برقرار میکنی، اما به نظرم یکم تو روابطمون فاصله رو رعایت کنیم، نه؟ و الا سوء تفاهم پیش میاد. مثلا چطور سوء تفاهمی؟ مثلا ممکنه فکر کنن چی رو فکر کنن؟ شاید مردم فکر کنن داری میری توی رابطه. این که مشکلی نداره. تو که میدونی من رابطه و مسئولیتی در قبال کسی ندارم، بیجا میگم. خودم هم همین فکر رو میکردم. تو گفتی فردا یه پویراز متفاوت میبینی، من
خیال کردم یه آدم بد اخلاق و بد عنق و لجباز میبینم، اما ذره فکر نمی کردم یه آدم ظالم ببینم. ببین اگه دوستم داشتی اون وقت من میشدم ظالم، بهت حق میدادم، اما چون که تو هیچ حسی به من نداری پس به خودمون نگیریم. پویراز، منم باهاتون میام. راستش یه چیز ضروری باید از بزرچه بگیرم. تو زحمت نکش، بگو من خودم میخرم. نه حتما باید خودم ببینم که انتخاب کنم، یعنی مجبورم بیام. تو چی میخوای بخری که این همه دقت میخواد؟ تی میخوام. تی دقت میخواد؟ این الان واقعا اینقدر ضروریه؟ همینطوره، تی مهمه. سنا جون اجازه بده عزیزم. نمیتونم، میخوام منظره رو ببینم. میتونی طبیعت رو ببینی، گل و گیا رو تماشا کن، برو از اونا لذت ببر. خیلی چیزای لذت بخش اینجا هست. از صندلی جلو بهتر دیده میشه. منتظر چی هستین؟ خاله عالیه جونم، یه ذره فشارت رفته بالا. ببینم رژیمتو به هم نزدی؟ فشارم به خاطر غذا بالا نرفته. چی شده؟ یه زلزله پیش اومد. خدا رو شکر تموم شد و رفت. زلزله؟ با پویراز حرفتون شده؟ حاضران بعد از این به پویراز نزدیک نمیتونه بشه. شما از کجا میدونی؟ چون گفتم این کار شدنی نیست. شکر خدا عاقل، درک داره، قانع شد. خاله عالیه جون، من اگه اینقدر حاضرانو بشناسم مطمئنم الکی گفته. اون همیشه کار خودشو میکنه. قد من نمیتونی اونو بشناسی. ببینم خاله عالیه جون، چیزی راجع به حاضران هست که من نمیدونم؟ اگه چیزی هست بگو. نیاز نیست، من حلش کردم. بعد از این نمیتونه به پویراز نزدیک بشه. همین برات کافیه. سنا ببین، آنتی کند این سمته. شاید یه روز منم اونجا بردی. البته نمیتونه بره. چرا؟ چون که ما کارمون توی هتل خیلی زیاده، خیلی کار داریم، به زور میرسیم خونه تا بخوابیم، میفهمی؟ سنا اگه تو بخوای اونجا رو ببینی من واقعا واسه وقت میذارم. نمیتونی. انگار کمربندم گیر کرده. بذار من درستش میکنم. تو حواست به جاده باشه، من حلش میکنم. بدش به من، بده به من، همینجوری انجامش میدم. دردم میاد نه خیر، محکم بشینی و محکم ببندیش، هیچ چیت نمیشه، میفهمی؟ آره. امن باشه، محکم باشه. خوبی؟ پویراز کجاست؟ رفت بازارچه، گفت کار داره. الو، سلام، وقت بخیر، بفرمایید. آلپر، من تا صبح برات زبون ریختم، این همه گفتم حاضران برای اینکه ببخشنش چه کارایی کرد. تو اصلا دلت به رحم نیومد؟ نه خیر، اصلا به رحم نیومد. نمیذارم داداش منو گول بزنین. آلپر تو رو خدا این کارو نکن. اگه دلت برای حاضران نمیسوزه حداقل برای من بسوزه. من راز صمیمیترین دوستم اشتباهی از دهنم در رفت. اون الان ازم متنفر میشه. الو داداش کجایی؟ دارم میام سمت میدون. چی شده؟ داداش فوراً باید حرف بزنیم. باشه داداش، حرف میزنیم. من کارمو انجام بدم میام مغازت. باشه میرم مغازه، منتظرتم. خواهش میکنم. برو کنار. دارید یه چیزایی ازم پنهون میکنید، گندش در میاد. ای بابا تو هم گرگم. نه نمیتونم. رسیدیم، پیاده شو. تو میخواستی تی بخری.
اینجا بود ها؟ خوبه. صبر کن، وایسا. صبر کن، کیفم جا موند. چشمت روشن، سنا اومده. همون سنا که هرچی بخواد به دست میاره. چی؟ لقبش اینه؟ تو دبیرستان که اسمش این بود. حتی با یه پسرم تو تیم قایقرانی شرط بستیم، ولی من باختم. خب تو چرا بهش گفتی بیاد هتل بیرجیک؟ هتل راش نمیده. گفت با پویراز رابطه دارم یا نه، تو فکرش هستم یا نه. اگه این راز لعنتیم نبود جراش در می اومدم میگفتم بکش کنار، پویراز مال منه، فهمیدی؟ ببین هازیران، به نظرم تو باید فوراً رازتو به پویراز بگی، همینو بس. یعنی چی میگی؟ میبینی که مدام پا پیچت میشه، تو همین الان برو اعتراف بکن، همه چی درست میشه. بهت قول میدم تو نگران هیچی نباش. بیرجیک چیزی شده؟ اگه نگی میشه، یعنی ممکنه بشه. دیروز که مادر بزرگش فهمیده، فردا ممکنه آلپر بفهمه. برای همین چیزا میگم زودتر اعتراف کن. نه راستش الان وقتش نیست، میونمون خیلی شکرابه. الان دیگه راستش نمیتونم با این سر و کله بزنم. بیرجیک من الان باید قطع کنم، بعدم میبینمت. بای. اوف، ای خدا قطع نکن دیگه. نه چطوری؟ تو شماره یه هاکانو داری؟ آره دارم. بدش به من. یکی داره یه چیزایی رو ازم پنهون میکنه. این راست چیه دختر؟ ای خدا، هازیران داره موهاشو رنگ میکنه. همین یه منطقه اصیله. همینطوره. هازیران جای مناسبی رو برای آرامش پیدا کرده. برای آرامش نه، چون مجبور بوده اومده. شنیده بودم مادرش به مشکل مالی خورده، خونشون هم گذاشته بودن برای فروشاره. طفلکی هازیران بیچاره. هازیران بیچاره نیست، یعنی یکی از قوی ترین و عاقل ترین آدماییه که شناختم. آلپر چی میخواستی به هم بگی؟ چی شده؟ داداش حرف بزنیم ولی الان اینجا نمیشه. اتفاقی افتاده؟ آره همینطوره. منم تازه فهمیدم. واقعا نمیدونم چطوری باید بگم پویراز. بونجوک، واسه از کلینیک فرار میکنی؟ به خدا قسم عقیمت میکنم. ببخشی؟ مدام بچه میارن. جون تو خیلی مریضن، گناه دارن آخه. عمو فاتح دامپزشک ما هستن. بونجوک، حتما میبینمتون بچه. داداش تو الان اینجا کار داری، نمیشه حرف بزنیم. باشه یه وقت دیگه کارتو تموم کردی بیا پاتوق، با هم دیگه صحبت میکنیم. پشت تلفن گفتی که بیرجیک هستی. نشناختمت، از من چی میخوای؟ باید زودتر بری آلپر رو راضی کنی که راز هازیرانو به پویراز نگه، فهمیدی؟ چه رازی؟ من رازی چیزی نمیدونم. من الان اصلا وقت ندارم که تو خودتو بزنی به اون راه که چیزی نمیدونی. آلپر همه چیزو فهمیده، زودتر برو رازیش کن. اگه هازیران تو دردسر بیفته تو هم میافتی، فهمیدی؟ حالا برو دیگه، یکم سریعتر. نمیدونم چرا همه تو این جزیره آروم راه میرن، یکم هم باید دوید دیگه، مگه نه؟ هازیران، پویراز کجاست؟ میبینی که اونجاست. با سنا دارن شیرینی انتخاب میکنن. قبل از اینکه شیرینی انتخاب کنن تو برو اعتراف کن، برو دیگه، زود باش.
تو چرا انقدر گیر دادی به اعتراف من؟ آخه من دیروز یه خواب خیلی بد دیدم، خیلی استرس گرفتم. حاضران یه وقت یکی از دهنش میپره ها. کی میخواد بگه بیرجیک؟ هاکان که برای نفع خودش چیزی نمیگه. خاله عالی هم چیزی که میخواست بگه رو گفت و فقط تو میمونی. تو هم که یکی یه دونه منی، تو رو بکشن هم چیزی به هیچ کس نمیگی. خیالم راحته. دستورش پشت تقویم مادر بزرگم بود. اولین کسی که امتحان میکنه تویی. چطوره؟ خیلی خوشمزه است. عاشقش شدم. پویروز میخوای مزه‌شو بچشی؟ باشه. واقعا خوشمزه است. وای یعنی چی با دست اون شیرینی میخوری؟ تو کدوم لولی کی به اینجا رسیدین؟ سنا همچین موقعیتی یا از دست نمیده. حاضران بیا با هم بریم یه جا بشینیم با آرامش حرف بزنیم. باشه من الان حوصله ندارم بشینم با آرامش صحبت کنم. اینا رو باش. حرف زد باهاش یعنی راضیش کرده. خب چی کار میکنین؟ چه خبر؟ انتخاب کردین؟ چرا اینو انتخاب کردین؟ شیرینی جزیره از این بهتر بود. تو چرا اینو انتخاب کردی ها؟ تو هم گفته بودی باید تی بخری، خیلی هم نیاز داشتی. راستش نگاه کردم اما چیزی که به دلم بشینه رو پیدا نکردم. به دلم ننشست. منم نخریدم و پا شدم اومدم اینجا تا هتل پیاده نرم. منم یه سر میرم پیش آلپر. تو هم که مجبوری پیاده بری. میدونم که میشه 2 متر، اما کار تموم شد میشه منم باهات بگردم؟ اشکالی نداره؟ آره که میشه، چرا که نه؟ عالیه. منم میام. ملیسا خسته نباشی. ممنون. تو چرا چسبیدی بهش؟ بذار نفس بکشه. پویراز شریک منه. حاضران دختر تو دمدمی مزاجی؟ نه چه ربطی داره آخه؟ همین دیروز گفتی نمیخوام با پویراز رابطه داشته باشم. حالا مثل سایه افتادی دنبالش. تصمیم تو بگیر. راه تو مستقیم برو، زیگزاگی نرو دختر. تو یه چیزایی رو نمیدونی ملیسا. خب بگو تا بدونم. به این راحتی ها نیست. معلوم نیست چشه. هاکان با نوچه حاضران چی پچ میکردین؟ ببین حوصله بس با تو یکیو ندارم باشه؟ خیلی خوبه. بگو داشتم آدرس میپرسیدم. آره خودت گفتی، همینطوری ادامه بده. یه چیزی هست. تو میدونی، بیرجیک و خاله عالیه هم میدونن. این هرچی که هست حاضران به اندازه‌ای که از پویراز بگذره ازش میترسه. من باید اینو بفهمم. باید بدونم. هر کاری از دستت برمیاد بکن، فقط دست از سرم بردار. چطوری رفیق؟ چرا عصبانی هستی؟ هیچی نگو. چی شده؟ اگه مشکلی هست بگو که با هم دیگه حلش کنیم. به ما هیچ ربطی نداره پسر. هرچند سر ما هم کلا گذاشت اما پویراز تو دردسر افتاده. منو نگران نکن. چی شده؟ هر چی شده بهم بگو. حاضران چه قشنگ فالگوش وایسادی. چرا باید فالگوش وایسم؟ آخی اصلا درست ترین و خانم ترین دختر جزیره تویی. عزیزم من گوشوایی نستاده بودم. اومده بودم آلپر رو ببینم. داشتم تو رو نگاه میکردم. اجازه بدی میخوام برم خونه. تو هم باور نمی کنی نه؟ آره خب منم باورم نمیشه رفیق. ما این همه وقت فکر میکردیم حاضران داره به پویراز کمک میکنه. دختره داشته واسه پویراز دردسر درست میکرده. میگم یه کاری بکنیم. با حاضران صحبت کنیم. یه جوری که ما میدونیم چی به چیه. هاکان من چرا باید با اون حرف بزنم؟ وقتی پویراز اومد باهاش حرف میزنم. خودش تصمیم میگیره میخواد چی کار بکنه. دقیقاً داداش درستش همینه. آره درستش همینه.
خب اما اگه اینو به پویراز بگیم شراکت پویراز و حزیران به هم میخوره. دقیقاً. اگه شراکت به هم بخوره قضیه یه هتلم منتفیه. اگه هتل منتفی بشه پویراز نمیتونه بدهیشو پرداخت کنه. اگه بدهیشو نده زمینا رو از دست میده. من چی بگم برای همچین چیزی؟ آلپر چطوره تا قضیه بدهی حل نشده چیزی به پویراز نگیم؟ ببینم هاکان تو هیچ میفهمی چی داری میگی؟ اون دختره صاف تو چشای داداش من نگاه میکنه و بهش دروغ میگه. ما هم همینطوری بشینیم نگاش کنیم. آره داداش تو خودت گفتی. بیرجی گفته حزیران خیلی پشیمونه و ناراحته و میخواد تلافی کنه با از این حرفا. شاید هم واقعا قصدش خیره. نمیدونم داداش. به نظر من باید در موردش فکر کنیم. همینطوری عجله‌ای تصمیم نگیریم. نه رفیق نه من نمیتونم چیزی از داداشم مخفی کنم. بذار بیاد بفهمه خودش تصمیم بگیره میخواد چی کار بکنه. من هم میرم بیرون دارم خفه میشم. پویراز چیزی میخوای بگی؟ آره میشه این کارایی که میکنی و تمومش کنی؟ من چی کار میکنم؟ یعنی منظورم اینطوری صمیمیت با سنا و این چیزا رو میگم. میشه اینا رو تمومش کنی لطفاً؟ چرا؟ یه دلیل به هم نشون بده. نکنه یه دلیل احساسیه؟ حسودی و اینطور چیزا؟ نه میدونم به خاطر حرفای اون شب اینطوری رفتار میکنی. حزیران من شبم بهت گفتم از این به بعد برای تو هیچ کاری نمی کنم. حمله بعدیرم تو انجام میدی. نمیتونم. حزیران دیروز اتفاقی افتاد که من بیخبرم. گفتم باید باهاش حرف بزنم. دست از سرم بردارین. چیزی نشده. تو برو پیش آلپر. سلام آلپر. آخه چه سلامی. باشه. حزیر ازت معذرت میخوام. چرا؟ چی کار کردی مگه؟ اینجا چه خبره؟ داداش میخوام یه چیزی ازت بپرسم. کی قراره وام تو پرداخت کنی؟ 2 هفته دیگه. تونستی پول جور کنی؟ جور نکردم اما حلش میکنم. داداش اگه پولو پرداخت نکنی زمینا رو مصادره میکنه؟ هاکان ببین من میدونم میخوای چی کار کنی اما بسه. حزیران بیا از اینجا بریم تا بمب منفجر نشده. چه بمبی بیرجی؟ تعریف میکنم برات بیا. بیرجی میگم چه بمبی بگو دیگه. حزیران من یه خریتی کردم. آلپر چی میخوای بگی؟ داداش ببین براش تعریف کن. همه چی به هم میریزه. بگو دیگه. آلپر اون شب میخواستم از تو دفاع کنم ولی یهو همه چی از دهنم پرید. چی؟ آلپر میدونه و اگه جلوشو نگیریم به پویراز میگه. خیلی معذرت میخوام. آلپر چیزی نشده. یعنی چی چیزی نشده؟ سر به سرم گذاشتی؟ داداش بذار من اینجوری بهت بگم. آلپر گفت تو قضیه وام به پویراز کمک کنیم. من گفتم حتی همچین چیزی رو بهش پیشنهادم ندیم. هم قبول نمیکنه هم از دستمون عصبانی میشه. اما پاشو کرده توی کفش که بگیم بیا تحویل بگیر. گفتیم من از هیچ کی کمک نمیخوام. از هتل هر پولی در بیارم وامو پرداخت میکنم. دیگه همچین چیزی نشنوم. چشم داداش. حزیران تو رو خدا گریه نکن. خواهش میکنم گریه نکن. چی شده؟ نکنه مریض شده؟ سرش درد میکنه. باید یکم هواخوری کنه. برو دیگه زیاد کوچه رو شلوغ نکنیم. حتما باید بد و بی رو بهت بگم. سر داد بزنم که بری؟ ای بابا خیلی خوبه. ای بابا وحشی شده. من پویراز از دست دادم. عشقشو از دست دادم. حالا احترامشم از دست میدم. هاکانه
چی شده؟ آلپر نگفته. ممنونم هاکان. برو بابا، برو به جهنم. نه من نمیتونم همش همینجوری با استرس زندگی کنم. الان میرم خودم همه چی رو به پویراز میگم. دوستت داره بوتیکا رو میگرده. خب هر شهری که میاد جزیره همین کارو میکنه. به غیر از حاضیران. بله. یعنی تصمیم گرفتی کسی که اجارت کرده بود و بفروشی؟ بگو میشنوم. من چرا به تو اعتماد کنم؟ نه. تو اول اسمشو بگو، بعدشو حالا ببینیم چی میشه. این بازی رو با قانون من پیش میریم. صداد. کی بود؟ همونی که تهمت زده بود کتکش زدم. برای چی بهت زنگ زده؟ میخواد اسم کسیو که میخواسته هتل ما رو بدنام کنه لو بده، اما قبلش پول میخواد. بی شخصیت. میخواد پولو بگیره بعدش در بره. بهش گفتم اسمشو بده، من پولو میفرستم. به نظرم اگه با زنگ زد جوابشو نده. اگه به یکی تهمت بزنه چی؟ اگه تهمت نباشه و حقیقت داشته باشه چی؟ بهم گفت دشمنت خیلی نزدیکته. اون روز تو هتل چند تا مشتری بود. بچه های خودمون بودن و هاکان. از مشتریاست. بچه های خودمون نیستن. هاکان مثل داداشمونه. از مشتریاست حتما. تا رو دیدم یاد جوانی افتادم. اون هیجان احساسات دوباره تو دلم جون گرفت. ببین لطیف، من دیگه مینیمالیست زندگی میکنم. یعنی هرچی تو رو خونم قدیمی باشه دور میندازم. چیزهایی که استفاده نمیکنم رو بستم. خاطره های مربوط به منم بستی یا یعنی؟ متاسفم بستم. باید برای چیزهای جدید جا باز کرد، مگه نه؟ بعدم میبینمت. بفهم. صادق بیا پسرم. آمدم رئیس. زینب خانم رو ببر جایی که میخواد. روششم رئیس جان. یه جوری میگه انگار که قراره سوار لیموزین بشم. تو جزیره ماشین لوکس داری؟ زینب خانم جان، اون دشمن طبیعته. وسیله من موافق با طبیعت. اینجوری نگاه کنی. بابا جون بیا عزیزم، به دل جان بیا. ما داشتیم با زینب خانم حرف میزدیم اتفاقی، اما دیدیم داشتیم با هم گپ میزدیم. ایشون هم داشتن میرفتن. واقعا؟ سلام زینب خانم. سلام. اتفاقا میخواستم برای چای دعوتتون کنم. ممنونم، اما فکر کنم امکان نداشته باشه. ولی دلم میشکنه. به نظرم من و شما خیلی حرفای مشترک داریم. مثل چی؟ مثل حاضیران. شما از دخترتون خیلی دورین، اون اینجاست، شما استانبولین، خانواده ها از هم باشیده. من واقعا ناراحتم. میخوام یه راه حلی براش پیدا کنم. دیل با حاضیران صمیمی هستی؟ بله، من اینجوری فکر میکنم. شما طراحین. من تو اینترنت دیدم، واقعا عاشق طرحاتون شدم. دلم میخواد یکیشو بپوشم. حاضیران داره گریه میکنه. حاضیران سلام و خداحافظ. حاضیران جان بیا یه 2 دقیقه اینجا وایستا. فکر میکنن ما قهریم. زینب جون مگه میشه با تو قهر کرد؟ حاضیران جون چیزی رفته تو چشمت؟ قرمز شده. ایدیل، یه بارم شده بدون نیش و کنایه حرف بزن باشه؟ نوچت تا دید گریه میکنم بدو اومد بهت گفت. چرا گریه میکنی دخترم؟ بذارین من بگم زینب خانم. فکر کنم حاضیران متوجه شده که نمیتونه با پویراز آینده‌ای داشته باشه. کی؟ پویراز نوه عالیه؟ باورم نمیشه. تو دخالت نکن مامان. چی شد؟
خاله عالی از بازی تاج و تخت دست کشیده، داری از آب گلالود ماهی میگیری؟ دخترا زشته وسط خیابون پیش مردم درست نیست. بیا بریم دخترم، بیا عزیزم. رئیس غلط نکنی بذاری هموطن خودشو خالی کنه. حزیران بسته خودت هزار تا مشکل داری. ایدیل راست نمیگه که نه؟ غیر ممکنه، اصلا همچین چیزی غیر ممکنه. تو به هم بگو که نه، کلا دروغه، همچین چیزی غیر ممکنه. من آروم کن دخترم. مامان تو هر چیو که دوست داری باور کن. اما اون نه بابا.